سلام. به نقشه راه مدیریت پیشرفته از اصول تا تعالی سازمانی خوش اومدید. سلام و درود به شما رهبران کاردان، مدیران توانمند و همه شما عزیزانی که به دنیای شگفت‌انگیز و پیچیده هدایت آدم‌ها برای رسیدن به یک هدف مشترک علاقه‌مندید. خیلی خوشحالم که دوباره در پادکست همراه ما هستید. این قسمت 5 ماست. امروز میخوایم پا رو فراتر بذاریم از بحثی که در قسمت 4 در مورد سبک‌های مختلف مدیریت داشتیم. اگه یادتون باشه گفتیم که یک نسخه واحد برای همه موقعیت‌ها جواب نمیده. امروز قراره عمیق بشیم توی یکی از تأثیرگذارترین و کاربردی‌ترین چارچوب‌هایی که برای انتخاب هوشمندانه سبک مناسب در زمان مناسب طراحی شده. مدل کلاسیک اما همیشه پویای رهبری موقعیتی. این رو هم بگم، بحث سیچویشنال لیدرشپ صرفاً یک تئوری خشک و آکادمیک نیست. یه مدل کاملاً عملیه. دست میذاره دقیقاً روی اون نقطه تعادل حساس بین انجام کار و توجه به آدمایی که اون کار رو انجام میدن. یعنی همون پیوند طلایی بین مدیریت و رهبری که توی قسمت 3 مفصل در موردش صحبت کردیم. پس با دقت گوش کنین، چون شک ندارم درک این مدل میتونه نگاهتون به مقوله رهبری رو حسابی تغییر بده. خب، رهبری موقعیتی. این ایده جریان ساز از کجا شکل گرفت؟ برای جواب به این سوال باید برگردیم به اواخر دهه 1960 میلادی، یعنی دورانی که نگاه‌ها به مقوله کار و سازمان‌ها داشت پوست مینداخت. معماران این نظریه 2 چهره برجسته بودند: دکتر پاول هرسی که در علوم رفتاری متخصص بود و دکتر کن بلانچارد، نویسنده و مشاور ناماشنایی که احتمالاً خیلیاتون ایشون رو با کتاب فوق‌العاده پرفروش مدیر 1 دقیقه‌ای میشناسین. جالبه بدونین که استارت همکاری این 2 نفر زمانی خورد که بلانچارد که به تازگی به عنوان مدیر اجرایی توی دانشگاه اوهایو مشغول به کار شده بود، تصمیم گرفت به جای اینکه فقط سر کلاس محبوب رفتار سازمانی پروفسور هرسی بشینه و گوش بده، رسما توی اون کلاس ثبت نام کنه و مشارکت فعال داشته باشه. همون کلاس شد سنگ بنای کتاب جریان سازشون به نام مدیریت رفتار سازمانی. کتاب Management of Organizational Behavior اولین بار حدود سال 1969 منتشر شد. تو همین کتاب بود که اونا مدلی رو معرفی کردن که اول اسمش نظریه چرخه عمر رهبری بود. Life Cycle Theory of Leadership. یه نکته تاریخی کوچیکم بگم، چون توی پادکست مدام استفاده میشه ازش و مجبوریم ازش استفاده کنیم، لازمه که این نکته رو بگم. با اینکه هرسی و بلانچارد سالها همکاری نزدیکی داشتن، اما اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی هر کدوم مسیر خودشون رو با کمی تفاوت ادامه دادن. هرسی روی اصلاح و توسعه همون مدل اصلی رهبری موقعیتی از طریق مرکز مطالعات رهبری تمرکز کرد، در حالی که بلانچارد مدل محبوب رهبری موقعیتی 2 یا SL2 رو توی شرکت خودش توسعه داد و توی اون تغییراتی به خصوص در اصطلاحات مربوط به مراحل رشد و توسعه پیروان ایجاد کرد. با تمام اینا، اون ایده محوری که دنیای رهبری رو تکون داد دست نخورده باقی موند. رهبری واقعاً مؤثر یک پدیده ثابت و خشک نیست، کاملاً سیال و پویاست. لازمش اینه که شما به عنوان رهبر رفتارتون رو با نیازها و آمادگی خاص فردی که دارید رهبریش میکنید در چارچوب وظیفه‌ای که قراره انجام بده کاملا تطبیق بدین. خیلی خوب، این تطبیق در عمل چطور اتفاق میفته؟ این مدل به 2 بعد اساسی رفتار رهبر اشاره میکنه و در واقع بر اساس این 2 بعد بنا شده. بعد اول رفتار وظیفه مدار، task behavior یا همون directive behavior. این بعد خیلی ساده بخوام بگم یعنی شفافیت و جهت‌دهی در کار. یعنی به افراد بگیم چه کاری، چگونه،
کجا و چه زمانی باید انجام بشه. به تعیین دقیق اهداف، مشخص کردن نقش‌ها، سازماندهی مراحل کار، تعیین ضرب الاجل و ددلاین‌ها و البته نظارت نزدیک بر پیشرفت فکر کنیم. وقتی میگیم رفتار وظیفه مدار بالا، یعنی رهبر راهنمایی و دستورالعمل زیادی ارائه میده. برعکس، رفتار وظیفه مدار پایین یعنی رهبر جزئیات چگونگی انجام کار رو کمتر مشخص میکنه و بیشتر به فرد اعتماد میکنه. بعد دوم رفتار رابطه مداره، relationship behavior یا همون supportive behavior. این بعد همونطور که از اسمش پیداه روی جنبه‌های انسانی و ارتباطی تمرکز داره، یعنی ایجاد پیوند و حمایت. شامل مواردی مثل گوش دادن فعال و همدلانه، تشویق کردن و قدردانی، تسهیل تعاملات و کمک به حل مشکلات، درگیر کردن فعالانه افراد در بحث‌ها و تصمیم گیری است. رفتار رابطه مدار بالا یعنی رهبر تعامل و حمایت عاطفی و اجتماعی زیادی از خودش نشون میده. در مقابل رفتار رابطه مدار پایین یعنی تعامل و حمایت شخصی مستقیم کمتره که اغلب دلیلش اینه که یا فرد در اون لحظه نیازی بهش نداره یا اینکه شفافیت و جهت‌دهی براش اولویت بالاتری داره. اما مهره سوم و حیاتی این پازل تشخیص سطح آمادگی عملکردی افراده، performance readiness. این اصطلاحیه که هرسی به کار میبره، در حالی که بلانچارد توی مدل SL2 از اصطلاح سطح توسعه استفاده میکنه، development level. نکته خیلی 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 مهم اینه که این آمادگی یه قضاوت کلی در مورد شخصیت یا پتانسیل افراد نیست، بلکه به آمادگی اونا برای انجام یک وظیفه یا رسیدن به یک هدف خاص اشاره داره. آمادگی خودش 2 مؤلفه کلیدی داره. اول توانایی یا ابیلیتی. توانایی به شایستگی و مهارت فرد برمیگرده. آیا فرد دانش، مهارت و تجربه لازم مختص اون وظیفه رو داره؟ دومین مؤلفه مربوط به آمادگی تمایل یا ویلینگنس هست. تمایل به انگیزه و اعتماد به نفس فرد مربوط میشه. آیا فرد برای پذیرش و انجام موفقیت‌آمیز این وظیفه خاص احساس تعهد، انگیزه و اعتماد به نفس کافی داره؟ خب اگر این 2 مؤلفه رو یعنی توانایی و تمایل هر کدوم توی سطح بالا یا پایین رو با هم ترکیب کنیم، مدل 4 سطح آمادگی مشخص رو تعریف میکنه که معمولاً با R1 تا R4 نشون داده میشن. R1 ترکیبی از ناتوان و بی تمایل و نامطمئنه، یعنی شما با موجودی طرفی که هم توانایی پایینی داره، هم برای انجام این کار خاص حالا یا تمایل نداره یا مردد و فاقد اعتماد به نفسه. خلاصه این که نه میدونن چجوری انجامش بدن، نه خیلی انگیزه و اطمینان دارن که بخوان امتحان کنن. R2 با موجوداتی طرف هستین که ناتوانن اما تمایل دارن یا اینکه مطمئنن. این افراد هنوز مهارت‌های لازم رو کسب نکردن، یعنی تواناییشون پایینه، اما پر از اشتیاق، انگیزه و اعتماد به نفس برای یادگیری و تلاش هستن. تمایل بالایی دارن. این همون الگوی کلاسیک تازه کار مشتاقه. R3 شما با موجوداتی توانا اما بی تمایل یا نامطمئن طرفین. این افراد مهارت و تجربه لازم رو دارن، تواناییشون بالاه، اما بنا به دلایلی شاید کمبود اعتماد به نفس توی اون مورد خاص باشه یا انگیزه و تعهد کافی ندارن تا اون وظیفه رو انجام بدن. برای همین برای انجام اون وظیفه مردد یا بیمیل هستن، تمایلشون پایینه. R4 موجودات توانا با تمایل یا مطمئن. این بهترین حالته.
هم مهارت‌های لازم رو دارن، تواناییشون بالاه، و هم برای پذیرش مسئولیت اون وظیفه کاملا مطمئن، با انگیزه و متعهد هستن، تمایل بالایی دارن. اینا اعضای طلایی تیم برای اون وظیفه خاص محسوب میشن. هممونم رویای داشتن چنین نیروهایی رو توی تیممون داریم. اما آیا قدرشون رو میدونیم؟ آیا میدونیم با هر کدوم از اینها، نه فقط نیروهای طلایی، چجوری رفتار کنیم تا بیشترین راندمان رو داشته باشیم، تا هم کار انجام بشه، هم نیرو توسعه پیدا کنه؟ بسیار خوب، حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. مدل رهبری موقعیتی 4 سبک رهبری مشخص S1 تا S4 رو معرفی میکنه. هر کدوم از این سبک ها ترکیب منحصر به فردی از رفتار وظیفه مدار و رابطه مداره. طوری طراحی شده که برای یکی از اون سطوح آمادگی R1 تا R4 که گفتیم بیشترین اثر بخشی رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شما اول باید بیاین ببینین نیروی شما، پیرو شما جزو کدوم یکی از سطوح آمادگی R1 تا R4 هست و بعد بر اساس اون بهترین سبک و مدل رهبری رو انتخاب کنین تا بیشترین نتیجه رو بگیرین. سبک S1 که برای R1 طراحی شده، دستوری هدایتی یا همون تلینگ دیرکتینگ. رفتار رهبر توی این سبک وظیفه مداری بالا و رابطه مداری پایینه. از نظر سطح آمادگی برای بچه‌های R1 طراحی شده، ناتوان و بی‌تمایل و نامطمئن. در عمل چطوریه؟ این مستقیم ترین و قاطع ترین سبک رهبریه. رهبر نقش ها و وظایف رو مو به مو شفاف تعریف میکنه. دقیقاً به فرد میگه چه کاری رو چطور، کی و کجا انجام بده. عملکردش رو هم از نزدیک زیر نظر میگیره. توی این مرحله تمرکز کمتری روی ساختن رابطه عمیق وجود داره، چون نیاز اصلی فرد شفافیت، ساختار و جهتگیریه تا بتونه به کمبود مهارت و بیمیلی یا عدم اطمینانش غلبه کنه. تصور کنین دارین به یک کارمند کاملا جدید یه رویه کاری حیاتی و پیچیده رو آموزش میدین. اینجا باید خیلی دقیق باشین. باید مطمئن بشین که دستورالعمل‌ها رو قدم به قدم، مو به مو و درست اجرا میکنه. یا مثلا رهبری یک تیم در شرایط بحرانی و اضطراری. اینجا دستورات شفاف، سریع و مستقیم حرف اول رو میزنه. بله، این سبک شاید به نظر خودکامه و دیکتاتوری بیاد، اما برای این سطح از آمادگی اغلب یه ضرورت کاربردیه. دومین سبک S2 متقاعدسازی و مربیگری، Selling and Coaching. رفتار رهبر وظیفه مداری بالا و رابطه مداری بالا میطلبه و بهترین کاربرد برای سطح آمادگی R2 هست. افراد ناتوان اما با تمایل بالا یا مطمئن. در عمل فرد هنوز مهارت‌های لازم رو نداره، پس رهبر همچنان جهت‌دهی و نظارت زیادی ارائه میده که میشه همون وظیفه مداری بالا. اما نکته اینجاست که چون فرد با انگیزه و مایل به یادگیریه، رهبر این اشتیاق رو با رفتار حمایتی بالا، با رابطه مداری بالا پاسخ میده. یعنی چی؟ یعنی رهبر تصمیمات رو توضیح میده، دلیل کارها رو شفاف میکنه، به فرد فرصت میده سوال بپرسه و نظر بده، پیشرفت‌هاش رو تشویق میکنه و در واقع چشمانداز یا خود اون وظیفه رو براش جذاب میکنه تا اهمیتش رو درک کنه. این کار برای حفظ اون انگیزه اولیه و همزمان ساختن مهارت‌ها فوق‌العاده حیاتیه. به راهنمایی یه عضو تیم که پر از شور و اشتیاقه
اما هنوز تجربه کافی برای یک پروژه چالش برانگیز رو نداره فکر کنین. شما براش ساختار ایجاد میکنین، اما همزمان مثل یه مربی کنارشین، تشویقش میکنین، کمک میکنین درکش از موضوع عمیق‌تر بشه. جالبه بدونین این رویکرد مربیگری یا همون کوچینگ یکی از داغ‌ترین مباحث توی دنیای توسعه رهبریه. دائما توی نشریات معتبری مثل هاروارد بیزینس ریویو یا فوربس بهش پرداخته میشه و به قدرتش در شکوفا کردن استعدادها تاکید میشه. اما این کوچینگی که میگن همه جا استفاده نباید بشه. رهبری موقعیتی به ما یک ابزار تشخیصی دقیق میده که بفهمیم دقیقاً چه زمانی از این سبک حمایت بالا و جهت‌دهی بالا یعنی مربیگری بیشترین تأثیر رو داره. یعنی وقتی که تمایل و اشتیاق هست اما هنوز باید روی توانایی و مهارت کار بشه. سومین سبک اس مشارکتی حمایتی Participating and Supporting. رفتار رهبر توی این سبک وظیفه مداری پایین و رابطه مداری بالا رو میطلبه و بهترین کاربردش هم برای سطح آمادگی R3 هست، افراد توانا اما بی تمایل یا نامطمئن. خب بریم ببینیم توی عمل چطوریه. اینجا وضعیت فرق میکنه. فرد توانایی و مهارت لازم رو داره، تواناییش بالاست، پس رهبر میتونه میزان جهت‌دهی مستقیم رو به شکل قابل توجهی کم کنه، یعنی وظیفه مداری بیاد پایین. دیگه لازم نیست بهش گفته بشه که کار رو چطور انجام بده، اما چون تمایل، انگیزه یا اعتماد به نفسش پایینه، رهبر باید همچنان رفتار حمایتی بالایی از خودش نشون بده، رابطه مداری بالا. اینجا تمرکز اصلی رهبر میره به سمت گوش دادن فعال، تسهیل کردن فرایند حل مسئله با همدیگه، تشویق کردن، کمک به ساختن اعتماد به نفس و به اشتراک گذاشتن مسئولیت تصمیم گیری. فکر کنین یک کارمند ماهر رو با تجربه دارین که در مورد پذیرش یک فرایند جدید مردده، یا شاید انگیزش کم شده، یا برای اینکه خودش پیش قدم بشه نیاز به یه حل و حمایت داره. رهبر اینجا بیشتر نقش یک همکار رو ایفا میکنه، یه تسهیلگر، یه تقویت کننده اعتماد به نفس، تا اینکه بخواد یک دستور دهنده باشه. این یه رویکرد خیلی دموکراتیک تر و مشارکتی تر از دو سبک قبلیه. میرسیم به سبک چهارم، S4، تفویضی یا دلگیتینگ. رفتار رهبر وظیفه مداری پایین و رابطه مداری پایین میطلبه و بهترین کاربرد این سبک برای سطح آمادگی R4 هست، برای افراد توانا و با تمایل یا مطمئن. اینجا به نقطه اوج توانمندسازی میرسیم. چرا؟ چون فرد هم مهارت‌های لازم رو داره، هم برای انجام این وظیفه خاص کاملاً با انگیزه، متعهد و مطمئنه، هم تواناییش بالاست هم تمایلش بالاست. در نتیجه رهبر میتونه هم رفتار جهت دهنده و هم رفتار حمایتی رو به حداقل برسونه، یعنی هم وظیفه مداری و هم رابطه مداری پایین میاد. چرا اینجا رابطه مداری هم پایینه؟ چون فرد برای این کار کاملا خودکفا، خود انگیزه، مستقله، نیازی به تایید یا تعامل مداوم نداره. رهبر به این فرد اعتماد کامل داره، مسئولیت تصمیم گیری و اجرای کار رو بهش واگذار میکنه و پیشرفت رو از دور نظارت میکنه. فقط در صورت نیاز به عنوان یک منبع یا پشتیبان وارد عمل میشه، اما عمدتاً اجازه میده فرد کار خودشو بکنه. این مسئله دقیقاً با مفهوم توانمندسازی هم راستاست. یکی دیگه از مفاهیم کلیدی توی تفکر مدیریت مدرن که در تمام منابع بهش اشاره میشه. این یعنی به آدمهای توانمند استقلالی که شایستش هستن رو بدیم.
دوستان، اصل جنس این مدل و البته سخت در این بخش ماجرا برای استاد شدن توش اینه که بفهمیم این یک سیستم ایستا و ثابت نیست. آدما برای همیشه توی یک سطح آمادگی باقی نمیمونن، حتی برای انجام همون کار مشابه. از یه طرف باید به مسیر رشد و توسعه توجه کنیم و از طرف دیگه حواسمون به احتمال پسرفت باشه. در حالت ایدئال وقتی یه رهبر سبک مناسبی رو برای فرد به کار میگیره، سطح آمادگی اون فرد هم به مرور افزایش پیدا میکنه. مثلا یه R1 ممکنه با کسب مهارت و اعتماد به نفس به R2 تبدیل بشه، بعد به R3 و در نهایت به R4 برسه. خب طبیعیه که سبک رهبر هم باید همگام با این رشد تکامل پیدا کنه و به تدریج از سبک دستوری S1 به سمت سبک تفویضی S4 حرکت کنه. هدف نهایی توی خیلی از موارد رسوندن افراد به همون سطح R4 یعنی خودکفایی و استقلاله. اما حواسمون باشه این مسیر همیشه هم مستقیم و رو به جلو نیست. یه فرد R4 که کاملا مسلط و با انگیزه است ممکن اگه با یه وظیفه کاملا جدید، خیلی پیچیده یا به شدت استرس‌زا مواجه بشه به طور موقت به سطح R1 یا R2 برگرده. یا مثلا یه تغییر بزرگ توی ساختار تیم، یه بحران شخصی یا حتی فرسودگی شغلی ساده میتونه باعث بشه تمایل یک R3 کم بشه و خصوصیات یک R1 رو از خودش نشون بده. حتی توی شرایط اضطراری ممکنه یک تیم کاملا R4 هم برای هماهنگی فوری به سبک دستوری S1 بهتر جواب بده. پس رهبر باید مثل یک پزشک ماهر دائما در حال تشخیص سطح آمادگی باشه و سبک خودش رو متناسب با اون تنظیم کنه. این یه تعامل دو طرف است، یه رقص هوشمندانه و پویاست. ما نمونه‌های از این نیاز به انطباق توی مقیاس بزرگ رو توی داستان‌های رهبری واقعی توی شرکت‌های بزرگ هم می‌بینیم. مثلا به تحول عظیم شرکت فورد توسط آلان مولالی فکر کنین. از سال 2006 استارت خورد. فورد اون سال در آستانه ورشکستگی بود. گزارشان نشون میده که مولالی در ابتدا برای ایجاد ثبات و شفافیت یه رویکرد دستوری‌تر با وظیفه مداری بالا در پیش گرفت، مثل سیستم معروف گزارشدهی رنگی قرمز زرد سبزی که راه انداخت. از مدیرانش ارزیابی‌های صادقانه‌ای از میزان آمادگی می‌خواست. اما با بهبود اوضاع و ایجاد اعتماد متقابل تونست به تدریج به سمت سبک‌های مشارکتی تر و در نهایت تفویضی حرکت کنه و تیم‌هاش رو توانمند کنه. به همین ترتیب رهبری ساتیا نادلا توی مایکروسافت هم اغلب به عنوان نمونه درخشان از تطبیق سبک برای ایجاد یک تغییر فرهنگی بنیادین مثال زده میشه. حرکت به سمت مربیگری و تفویض اختیار برای تشویق نوآوری و ایجاد ذهنیت همه چیز آموزم نه همه چیز دان. یه تطبیق موقعیتی فوق‌العاده برای یک غول فناوری جهانی. این مثالا نشون میده که رهبرا چطور سبکاشون رو نه فقط برای تک تک افراد بلکه گاهی برای کل سازمان و متناسب با موقعیت حاکم بر اون تطبیق میدن. ما دیگه وارد جزئیات این دوتا اتفاقی که سال 2006 توی فورد افتاد یا بعد توسط ساتیا نادلا توی مایکروسافت اتفاق افتاد نمیشیم، اما بد نیست که در موردشون بخونین و نکات قشنگی داره. خب رهبری موقعیتی یه مدل فوق‌العاده تاثیرگذاره، اما مثل هر مدل دیگه‌ای که دهه‌ها زیر ذره‌بین بوده هم نقاط قوت انکارناپذیری داره و هم با محدودیت‌ها و انتقاداتی روبروه. ما اول نقاط قوتش رو میگیم. اول از همه این که شهودی و کاربردیه. مفاهیم اصلیش نسبتاً ساده و قابل درکه. همین باعث میشه برای مدیران توی همه سطوح کاربردی و قابل آموزش باشه و بی‌دلیل نیست که اینقدر توی دنیا تدریس میشه. نقطه قوت دیگهش تأکید بر انعطاف پذیریه.
پیام محوری این مدل یعنی با موقعیت تطبیق پیدا کن یک اصل بی برو برگرد برای رهبری موثره، مخصوصاً توی دنیای پیچیده امروز. این مدل با اون تفکر قدیمی یک نسخه برای همه دردها حسابی مبارزه میکنه. سومین نقطه قوت تمرکز بر نیازهای افراده. این مدل رهبر رو مجبور میکنه که روی نیازها، سطح رشد و آمادگی تک تک اعضای تیمش تمرکز کنه و این یعنی رهبری خیلی شخصی تر و پاسخگوتر. و آخرین نقطه قوتی که ما براش در نظر گرفتیم اینه که راهنمایی مشخصی رو ارائه میده. آقا قابل تجویزه، فقط نمیاد سبک ها رو توصیف کنه، بلکه بر اساس تشخیصی که از سطح آمادگی فرد دارین بهتون پیشنهاد میده که کدوم سبک بهترین نتیجه رو میده. یعنی یه جور نقشه راه عملی ارائه میده. خب خوبیاشو گفتیم ولی بدیاش هم بگیم. به هر حال مال بابامون که نیست، باید بدیاش رو هم بگیم. به نظر من بیش از حد ساده سازی شده. برخی منتقدان معتقدن که خلاصه کردن آمادگی افراد فقط توی 4 سطح ممکنه پیچیدگی‌های روانشناسی انسان، انگیزه و شایستگی رو بیش از حد ساده کنه. خب راه حلش هم اینه که ما اگر داریم آمادگی افراد رو تشخیص میدیم به شخصیت خودشون بست ندیم، به شایستگیشون بست ندیم، صرفاً برای انجام اون وظیفه و تسک خاص در نظر بگیریم، نه برای همه شرایط. ممکنه یک فرد برای یک تسک کاملاً آماده باشه ولی برای تسک دیگه اینطور نباشه. انتقاد دیگه‌ای که بهش وارده دشواری توی تشخیص دقیقه. قضاوت درست و دقیق در مورد توانایی و تمایل یک فرد برای یک وظیفه خاص میتونه در عمل خیلی ذهنی و چالش برانگیز باشه، مخصوصاً برای رهبران نوپا و تازه کار. همیشه این ریسک وجود داره که رهبر توی تشخیصش اشتباه کنه. برای همینه که میگیم پویاست، این اتفاق باید دائم بیفته و بررسی بشه. بعد از اون ابهام در مورد شواهد تجربی برای تطابق 100%. با وجود اینکه این مدل خیلی پرکاربرده، بعضی از تحقیقات آکادمیک نتونستن شواهد تجربی خیلی قوی پیدا کنن که نشون بده دقیقاً همون سبکی که مدل برای هر سطح آمادگی تجویز میکنه به طور مداوم نتایج بهتری نسبت به سطح‌های دیگه به بار میاره. شاید این تطابق 1 به 1 اون قدر هم که مدل میگه قطعی و محکم نباشه. نادیده گرفتن برخی عوامل زمینه‌ای. مدل اولیه بیشتر روی رابطه رهبر و پیرو تمرکز میکنه. منتقدای این سبک میگن که این مدل گاهی به عوامل موقعیتی مهم مثل فرهنگ سازمانی، فشار زمانی، پیچیدگی ذاتی خود کار یا حتی پویایی‌های بین همکاران و اعضای تیم توجه کافی نمی‌کنه. خب این وظیفه مدیر دیگه، اینو گردن نیرو نندازین، این کار خودتونه. مسائل مربوط به حساسیت فرهنگی سوالیه که همیشه مطرح بوده. آیا این مدل به همون شکل توی تمام فرهنگا با توجه به هنجارها و انتظارات فرهنگی متفاوتی که از رهبری و اقتدار وجود داره کارایی داره یا نه؟ خب طبیعتاً ما هیچ وقت نمیایم چیزی که توی غرب انجام شده، توی آمریکا انجام شده رو عیناً اجرا کنیم. این یک اشتباه بزرگه که توی ایران و خاورمیانه به کرات دیده میشه و سعی میکنیم یک مدل رو عیناً اجرا کنیم. این کار اشتباهه. ما همیشه باید با فرهنگ و اون کالچری که وجود داره توی نه فقط کشور بلکه توی محیط کارمون، فرهنگ سازمانیمون هماهنگش کنیم. بحث بر سر فرض خطی بودن رشد، به خصوص در مورد نسخه SL2 این بحث وجود داشته که آیا رشد و توسعه افراد همیشه یک مسیر خطی و قابل پیش بینی رو طی میکنه یا نه. خود هرسی تاکید داشت که توسعه یک فرایند پویا و تکرار شونده است و لزوما همیشه از نقطه تازه کار مشتاق شروع نمیشه.
و در نهایت فشار زمانی و نیاز به ثبات ظاهری برای رهبره. پیاده سازی واقعی رهبری موقعیتی نیاز به مهارت تشخیصی بالا، انعطاف پذیری زیاد و صرف زمان و انرژی قابل توجهی از طرف رهبر داره. از طرفی تغییر مداوم سبک‌ها اگه به خوبی به تیم منتقل و توجیه نشه ممکنه باعث سردرگمی اونا بشه یا رهبر رو فردی بی‌ثبات نشون بده. پس نتیجه گیری اینه که رهبری موقعیتی یه چارچوب فوق‌العاده ارزشمنده، یک ابزار تشخیصی قدرتمنده و یک راهنمای عالی برای پرورش توانایی رهبری انطباقیه. اما نباید بهش به عنوان یک فرمول جادویی یا یه دستورالعمل خشک و غیر قابل تغییر که باید کورکورانه ازش پیروی کرد نگاه کنیم. پیاده سازیش نیاز به قضاوت درست، تمرین زیاد و اصلاح و بهبود مداوم داره. رهبری موقعیتی که حاصل همکاری هوشمندانه دو اندیشمند بزرگ در دهه‌ها پیش بوده، هنوزم یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین چارچوب‌های رهبری در سراسر دنیاست. دلیل این موندگاری هم ساده است. پیام اصلیش عمیقاً با واقعیت‌های رهبری همخوانی داره. رهبری مؤثر این نیست که یه سبک مورد علاقه یا راحت خودمون رو انتخاب کنیم و بهش بچسبیم، بلکه اینه که نیازهای واقعی افرادمون رو توی موقعیت فعلیشون تشخیص بدیم و ترکیبی از جهت‌دهی و حمایت رو بهشون ارائه بدیم تا بهشون کمک کنه موفق بشن و از اون مهمتر رشد کنن. این مدل ما رو به چالش میکشه تا از اون تنظیمات پیشفرض و شاید ناخودآگاه سبک مدیریتمون که توی قسمت 4 در موردش گفتیم فراتر بریم، آگاهانه تر وارد هنر پاسخگو و انطباقی رهبری بشیم. خب حالا یه چالش و تمرین فکری برای شما. به اعضای تیمتون فکر کنین یا حتی به نقش‌های مختلفی که خودتون توی زندگی یا کار ایفا می‌کنین. آیا میتونین صادقانه برای هر وظیفه مشخص سطح آمادگیشون رو ارزیابی کنین؟ یعنی ترکیب توانایی و تمایل. آیا آگاهانه رویکرد رهبریتون رو با این آمادگی تطبیق میدین یا بیشتر اوقات ناخودآگاه از یه سبک ثابت استفاده میکنین؟ فکر میکنین چه تغییر کوچیکی در سبک رهبری شما، شاید کمی جهت‌دهی بیشتر، شاید کمی تشویق و حمایت بیشتر یا شاید اعتماد بیشتر و تفویض اختیار و هوشمندانه تر میتونه همین الان عملکرد بهتری رو رقم بزنه و به رشد بیشتر افرادتون کمک کنه؟ این هم از بررسی عمیق و همه جانبه ما از مدل رهبری موقعیتی توی قسمت 5. موضوع بسیار پربار و کاربردیه. صمیمانه امیدوارم این توضیحات درک محکمی براتون ایجاد کرده باشه و نکات عملی و قابل استفاده‌ای رو در اختیارتون گذاشته باشه. از اینکه وقت گذاشتین و با ما همراه بودین بی نهایت سپاسگزاریم. برین تشخیص بدین، تطبیق پیدا کنین، با آگاهی و هدف رهبری کنین. تا برنامه بعدی و یه گفتگوی دیگه به یادگیری و رهبری ادامه بدین. بازم ممنونیم از اینکه ما رو به دوستان، همکاران و هر کسی که فکر میکنین این پادکست و این دیدگاه ها میتونه بهشون کمک کنه معرفی میکنین. معرفی شما بزرگترین کمکیه که به ما میشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.